اکرم‌پور خیلی راحت توپش رو میگیره، مثلا میدوزه در آن برای فرهاد مجیدی. موقع در بازیکن استقلال این توپ این گل میکنه یا نه؟ گل میکنه. گل برای تیم استقلال توسط فرهاد مجیدی. 1-0 استقلال. برنده گل فرهاد مجیدی. دقیقه 16 استقلال جلو میفته و نصف ورزشگاه منفجر میشه. طالبلو با دادن ضربه بلند آغاز میکنه، تو به فرهاد مجیدی میرسه. حالا سید صالحی در محوطه جریمه و پای راست ضربه رو میزنه و حقیقی توپ رو میگیره. علی اصغر یک توپ خوب به دنبال توپ علی اصغر، اشتباه امیرآبادی مقدر بازیکن پرسپولیس، دهانه دروازه گل میشه توسط هادی نوروزی. 1-1 مساوی رو اشتباه مسلم مهدی امیرآبادی. علی دایی 7-8 بار قبل از این حرکتش پریده بود بالا پایین. هادی نوروزی در 36مین دقیقه حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. ضربه بلند و به زمین حریف. آمرزاده ضربه سر رو میزنه، بادامکی ضربه رو از راه دور. یعنی که نفر به نفر در محوطه جریمه آمرزاده با کریم باقری من تو من کرده. سانت انجام میشه روی دروازه و توپی که به شکل فوق العاده خطرناک به بیرون میره. دایی رو نگاه کنید. بازم حیدری، سید صالحی مقدم بازیکن استقلال در عرض میندازه. حسین کاظمی تو سر توپ میزنه، این ضربه از او دفع ناقص و توپ دوم چجوری گل نکرد سید صالحی. به موقعیت استثنایی رو از دست میده. توپ سمت چپ روی دروازه فرستاده بشه. کورنر پنجم تیم پرسپولیس. عادل کلاکت این بار خوب میفرسته روی دروازه و چجوری این توپ گل نشد. سانت انجام میشه روی دروازه، یک ضربه سر و طالبلو چجوری توپو در آورد از دهانه دروازه. با هم نگاه میکنید. سانت حوار مولا محمد، این ضربه سر توپ اول خوب، توپ دوم از مقابل کلاه کج. حوار توپ در اختیار میگیره. خود حوار یه پاس در عرض میندازه. کریم باقری روی پای راستش از شده میزنه و گل. یه گل دیدنی از کریم باقری. 2-1 به نفع پرسپولیس و دیگه از شر این بازی 1-1 خلاص شدیم. پرسپولیس 2 استقلال 1. ضربه فوق‌العاده از کریم باقری. این آخرین حمله تیم استقلال خواهد بود. چیس ضربه سر رو میزنه و تمام. بازی استقلال و پرسپولیس با نتیجه 2-1 به نفع پرسپولیس به پایان میرسه.